چالش هر روز یه دونه پست میزنم تا به 2000 تا برسم. پارت دوم. بیاین قهوه درست کنیم تا درس بخونیم. ساعت 4:20 است. من تازه الان میخوام شروع کنم به درس خوندن. قهوه میخوام برای خودم درست کنم. معلوم نیست. ندیدم اصلا خودم. خب اول همه میخوام جزوه بنیاد نمایشم رو بنویسم. این کاری که من میکنم یه خورده تبدیل کردنش وایس به متن و متن بخوای بدی به چت جی پی تی اینا یه خورده طول میکشه ولی واقعا ارزش داره. با این نورم شبیه جنا شدم. ببخشید. جزوه تمثیل شناسی رو میخوام با قرمز فقط بنویسم. من 3 تا قرمز دارم. آقا تموم شد. ببین این صفحه اول، این صفحه دوم. منظورم تموم شد اینه که یه دونه سرفصلش فقط مونده که بنویسم. این از این من یه خورده استراحت میکنم، برای خودم شیر نارگیلم آوردم که بخورم. الان میخوام یه خورده موبایل بازی کنم. واقعا این شکلی برای خودم دراز بکشم. خب من استراحتمو کردم، یه خورده حتی بیشتر استراحت کردم چون واقعا خسته شدم. الان میخوام ادامه بدم و تمثیل شناسی رو شروع کنم جزوه‌شو که حداقل امروز 2 تا جزوه نوشته باشم. تموم شد جزوه اولم، 2 صفحه نوشتم. الان باید بذارمش تو کلاسورم. آقا میخوام ناخونام درست کنم. الان که میبینین ببین یه خورده خراب شده، بر همین یه دونه از اینا بریم تا من درستش کنم. الان این شکلیه، این شکلی شد. ببین به نظرم خوب شده. حالا نمیدونم راجبش تصمیم میگیرم. برای ادامه بیاین پارت بعدی.